خیلی از افراد تحصیلات دانشگاهی خودشون رو نقطه پایان پیشرفت میدونن. بعد از کسب مدرک دانشگاهی دیگه اقدامی در این رابطه انجام نمیدن. با این حال جالبه بدونید افراد کامروا نگرش کاملا متفاوتی دارن و در این زمینه فعالیت‌های روزانه نیز دارن. برای مثال وارن بافت که به عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن 20 شناخته میشه، هر روز یک کتاب به پایان میرسونه و این عادتیه که بنا به گفته خودش حتی یک روز کنار گذاشته نشده. همچنین در راستای کسب ثروت لازمه محدوده قابلیت‌های خودتون رو افزایش بدید. بدون تردید تکیه بر یک مهارت نمیتونه ضامن کامیابی شما بشه و در صورتی که در بازار مطابق با دانش و مهارت خود با مشکلی مواجه شوید، عملا دیگه قادر به انجام کاری نیستید و این امر شما رو به فردی محدود و آسیب‌پذیر تبدیل میکنه. در همین راستا توصیه میشه همواره برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت دقیقی برای پیشرفت خودتون مد نظر داشته باشید. افراد فقیر همواره در مواجهه با مشکلات دچار سردرگمی میشن و همین امر باعث میشه که نتونن تصمیمات درستی در راستای برطرف کردن این مشکلات بگیرن. با این حال در رابطه با ثروتمندان داستان کاملا متفاوته. بدون تردید اونها به علت حوزه گسترده فعالیتی که دارن همواره با مشکلات بیشتری مواجه هستند. با این حال اونها با مشکلات خود اجازه نمیدن روی عملکرد اونها اثر منفی بذاره و به هر کدوم در زمان مناسب رسیدگی میکنن. برای این امر لازمه که شجاعت و اعتماد به نفس لازم رو داشته باشید و همین خاطر توصیه میشه ورزش رو به عنوان عامل تاثیرگذار در این رابطه جدی بگیرید.